اگه می مستری ها اساسی کار کنه امی وقت خراب شدن از این کی خراب شد تو سه کاران اگه به سر مرخته من چه کار کنم به یک نفر مالی ولی کجا با مستری پیدا کنم کی سعی کنه. سلام علیکم. و علیکم کجی جان استانی بخیر جان جوره. شکر فضل خدا غنی با. یاراستی. شکر چی پای. قرار غریری. استن با ترکتول آماده دیگه نیه. ای لالا چی بگم؟ چی آماده؟ چری؟ همین دمی که کار و سر ما میریزه ای هم خراب میشه. اون روز اینو بردم به پیش مستری چک کرد با 5 سال خراب شده. یعنی حال خرابه ها؟ دیگه فعلا خو خرابه. چرا خیریت بود؟ خیلی خیریت بود. بیامدم برات شما و همین ترکتور شما. قراری کرده بیایم همین زمین په خیلی مار 1 ساعت کار دارم و قراری کرده گودونه. یک جریب زمین 1 ساعت کار داره؟ ساعت کار داره. این دیگه این ترکتور یه که گودونی نیه که یک نصف روز کار نیست. کجی جان؟ به داده بدید. سکو برای خوب بگردم. اگر بگیم فارغم که 1 ثانیه فارغ نیست. همه میت دم بالا مدیر کی یک رقم بکنم چالان کنم برم سر کار با. بابا ما کجا برم برات؟ امیت میشینی که بیای زمین ما گودونه. خو خیر رقم نداره بازم اگر تو صبر میکنی 5 6 روز بعد بیا اگر من میرم خودت زمین تر گو میدم. 5 6 روز بعد شما یک پا میزنی. وقتی کی چه وقت چی فایده داره؟ خب وقتی که ما فارغ نشم چه کار کنم برای خوب بگردم. بابا ده خیر شما دیگه کسی تام زمین دیم امیت میشینی نداره. بیایم بریم ما 1 ساعت بیشتر کار نداره. برو با خودت دیتا گوی پیدا کن زمین خو گو رو نگم فارغ نمیشم کجی جان خرابه یا اصلا آره بابا گو ما ماکی بستونه چه چه کار کنم؟ ما باید چه کار کنم؟ میگم 5 روز بعد اگر میسته که 5 6 روز بعد میام گو میرونم اگر نمیسته که برو بخوام جوری گو پیدا کنم نمیشه دیگه میبینی ازی بر خراب ازی بر کارا به سر ما برم تمام یک نفرم چه کار کنم بابا لا الله برار معجزه شما هم سایه ما رو زدید بتایم به درد ما نخورید یه گو در پیشکی برو بری دیگه با کجا برو به زمین ما بابا جان زمینا ما شاگل پرته واسه کنی مولا بسته کردی منتظر ببینم شما چندی میده ساعت 6 ساعت میره من از شما ساعت 1 میدم ساعت 10 دور بدیم فارغ شدن فارغ نمیشم ولی برو خوب بگم برو با خودت جوری گوی پیدا کن فارغ نمیشه ما کار دارم میبینی ازی بر ماشین ما خراب ازی بر تو بیام دیگه بریم زمین بخیر بروی عقبی دیگه می تویرای قل نزنه یار اگه با دعا تو که قل نزنه به خل قل نزنه برو برات کار خوب شما مردم کار شما بچله خوب آدم اگه نه چلیږي برو مولا بس کردن و کاری کیف کنی آماده بیایم بری همین زمین مرگردونی بابا جان ما شاگل به سر زمین منتظر به منه که میمی چالان شو برم به سر کاریو تو به من میگی چه کار میبینی که ما آماده ایم وقتی که چالان نمیشی خراب چه کار کنم با تو میگم 5 روز بعد اگه می بیام اگه نمی برو به خود جوری گوی پیدا کن بله ای بم خوکی خوابم رنگ ایلیشه برو اگه کار شما بچه ما خوب آدم اگه گرکل بد آدمی الهی برو که دیگه توی رای قل نده همون بیشی نفلی خونی بگیره چطور کنم آلی من چه کار کنم فکری کجا عبی خرابه ای نمیدو ها بچه کاری چه کاره؟ جنگیری خیلیتی جنگیری خیلیتی اینه بگیر خود نمیدو من خودی تو دست دادم تو تلنگ دادم بابا دست برکش کدی که برستو بگو گفت مفلزی تو برای اون اشتنی خیلیتی جنگیری چی گفته؟ اشتنام خانواده مادر تو پیار تو بیبی تو سراواده غو مخیج نفته کنه بینی شما اول و آخر خور بگو گفت مفت ایله خوش سردل ندارم بگو یعنی بد اخلاق یک گریف یا اخلاق نداری چوب کن اگه تا مرگ مفاجاتور بگیره رمزو ها پیشتونم بگو لالا ازی بری سک یک سر کوی میکنه ازی بر تو یک سر گفت میزنید رمزو اینجا سکو برارمه من بیامادو قراری کرده برن امو گواش ما که قراری کرده ببینی سرزمین ما زمین اگمار گورونه چرا ترکتور نمیاره وقت گوه به خیر خوشی مایو نون بده و او بده به نورالله بده به نورالله براتون گفتو نورالله گفتو گفتم همون ترکتور لکنده خوب یاره همین زمین ها مرگو گفتن ماما بگرم زمین ها ماما شاگل گردون و من بری و یک هفته میشه وعده دادم امرو نوبت تجونه گفتم اگه ماما شاگل 1000 میدم به 2000 میدم بیا بری خدا نما گفتم من خاک که نمیبینی گفتم خدا رو مدونه همسایی با نگیره ماشالله سلالا شاخشم شادی گوه یک خوردن 6 تا ترکتور تو ارزش داره اول کوکیزی جان ما یک گوی داریم لنگیه دیوم برارم او طبخ شده بفهمیدی اونه بخونه سیومی هم برارمه یعنی تو هم خبر قلق کرمی ببینی
خبر قول اکی نداره گو یک لنگی اگه یک لنگی دیگه پا تیار بدی گو ما میامدی میبردی لنگی دیگه پیدا میکردی چه در سر ماما نوروز نمیری؟ نورو شو بیشو شما بیا تو بعد مرکی که گو شما تبخ شده برو در سر ماما نوروز یک پینجهی 20 ریپه 10 ریپه به بچه و گیلک بده جوفگاوی داره که زمین به زیر پای نامه لرزه آنه 50 متر قدر سیکو کارا بچه ها خوب یا توی عباس برا خورای که گیلک گردیم 20 ریپه بجو نده گواهی بستن تاشون به سر ناکار کنه برو میایه کی میایه؟ گیلک میایه چی داره؟ گوار بستنیم از اون مطلقه خودش آمیره گو میرونه گوار بستنیم برین گو رونه خوبه شما که بیا از این برد مال مفت نگردیم آی برو بم یار بگو یاری تو آمد گل نرگیز خریدار تو آمده اشتنی بله اشتنی چرا من اینجی گپ ما خوندن میاری؟ با تو کار دارن گیل اگه برو کار با تو بند نه عباس تکو تو به اینجی گپ ما خوندن میاری و تو که خوندن میخوایی طولو بخون میری نمیسته که خب نه خوندن میارم من خوندن تو خوندن من خوندن میاره تو گپ میاری خوندن چی میگی؟ نه گپ ما اکدو قسم شعر بود همیتی برو بم یار بگو چی شاد تو روشن تو هنگو تو خلاص امو یاری بفاداری ما آمد ایوا کی شر میکنه یار وفادار تو کی هست؟ گیلک کی؟ یار وفادار تو کی هست؟ یار وفادار من؟ بی تو بیبی گیلک دیگه کار میگه تاگشی تو نزنو که میته به دور باخو بچرخی ایوا کی شر میکنه گیلکی بربر میکنه آخ دل یاد دل بر میکنه کار دارم چاش شده با فرمایش تو کار دارم بگو امر فرمایش امروز کارم تو بند خاکسترا لغت نکن بسم الله کن بفهمیدی امروز کارم تو بند بود گفتم باشه بریم پیش گیلک جو خب گیلک خیلی تو مایم خیلی جان گیتالی زینی حالا من جوی شدم های گیلک از این روز به تقلت بسته قلت چه میندختی گیلک دیونه بی تخته حالا با جوی شدم های یک گرد به تو میگم اگه به دیوونه بگی اگه به بی تخته بگی تو با وستمی افغانستان چکر بزن کو کسی پیدا شد تو بگه که تو دیوونه نی زنده باشی سلامت اوی که حقیقتیه دیگه نیه زنده باشین تشکر حقیقت دیگه مگه قبول داشته سلامت باشین راست میگی یک پل زمینی داریم بفهمیدی ما نال بکاریم امروز دو تا گاو به کار دارم خودمون کنده گورونی خیلی گندم شما بدیدم آفرین خوشحال ما بچیندم خوشحال لکه بچین نصف بیجی شو سیه ما بیادم ردمون کنده گورونی میبارم اون پل زمین گورونی میکنم تا زود پس هم در سرا شما میارم سرها بستم یعنی چیز میزی دیگه ایتا مسئله گپ سخن پول پله دیگه تبالا نمیشه به منجی موتوان جمع باشه ما میدم پولم تو میدم دیگه چی می؟ تا چنده؟ 50 روپیه 50 روپیه گیلو جو بفهمیدی زود میشه یک پل زمین گورونی میکنم زود پس میارم تو گیلو جو یک کاری بفهمیدی پیار تو خیلی آدم سختیه خیلی آدم سختیه که به تای منطقه کس از او خیر ندیده از او سرش نون نمیخوره پیار دیشب نانه میگفتن پیار گیلک گفتم بابا میگفتم گفتن کمی پول بده که من به خود روشی ها میخرم گفتن برو کاگلر بده به خشمتر خوب میبینی پیار تو میگم طالب تای منطقه من خدمتی از او ندیدم با نانه میگفتن به روشی به کاگل رو آدم پاک میشه گوه تو دیگر به زمان قدیم به کاگل نمیشیستی من که میگم پیار تو اگر طور میبینه اول که شاید نبینه من زود اونا گوری میکنم پس زمین پس میارم این یعنی اگر بگو گو کجایه یا طور بدید که گوه به کجای گیلک به سرانیه بگو گوار با باز با 500 به کاره داد بفهمیدی 50 نگی نه ما من گوار وار میکنم میارم اگر من هم میگم 500 کاره داد بله گواه طور میزنه جو رمضان کندر رمضان بیا واقع بده به دستم بیا بله ما ببینی گیلک 50 لوکه خرج میکنم لوکه است تو بیا
آی از بالا می آید گل لاله ها دلارم اینا خوب گوبندا آه گوبندا بابا اینجا مال بسته بود اگه عباس بیامد بچه همسایه من گفت که انا گوار بدین انا بابا ما می یک پل گندم دارم میگه که گورونو من خاطر که پخلیه انا خونده گورونی نمیدن نمریو انا بابا در گورونی یعنی کار از او پستر یا کارا ما پستر چی کار از او دیگه چی کار از او پستره زمینا خود نگرونده بموندم که چر میره دیگه و گفت کرا بده چی؟ به کرایه ایشته به کرایه 50 روپیه دادن تو بدادی به 50 به کرا که یک پل زمین گورونه خود کنده گورونی و جو تو دیونه تو یقی تو چی؟ بابا جان کارا خود بمونده زمین هم نگرونده بمونده تو که گوار میده مردم میدی تو دیتا بود گوار کی؟ گوار که دیتا بود عباس آنی که بسر همی تابو بسر اکلم کم تابش تو بله ها مثل که مفته به خدا نانی خود تو بشکو نه نه خیلی نکش نه نه بابا شفا کنی بس علت کنی تو با مسلط که من گوار میدم با عباس میدم با من گفتی دالی تا پیش خود زیتا سرطرش شدی بابا حال به ملینی برین خودی گفت کنی بعد همسایی مونه او روز مدر با ما یک کاسه دوغی داد هرگیز نده کاسه دوغه به چون لگی بابا نگوار داد که هر کبی آور دارو برو گوری کنه بابا همسایه بعد شما که رفتیم به ملینی حال اگه لگه همیتون تابش کنه از که من دستی به تمیجی مگه دوغ نمیده برای ما گفتم بخواست یک چکه دوغی نیم تو کب میفهم یا نه؟ که تو مفت میزنه بابا به ملینی که بعده بوده برسی از این آدم خیلی مرغو تا رو آسمان ندیده میا تاجیو از این میگه من باشین خیلی تحسیت دارم از این میا ببین میا کار داره تو سعی کن مادر از این بیشاره مادر عباس بیشاره با مولی یک کاسی دوغ داد که چیا برام باشو چاش دارم گوار کجا میبری؟ میبرم گورونی مامان رو چهره؟ ها؟ چهره؟ کرایه کردم از کی کرایه از کردی؟ گیلک چند کرایه با کردی؟ 500 مامان رو اشته که گیلک میگه که 50 روپیه داده به نه 50 500 دادم 500 سیدی برای دادم از او بپرسین خب نه چرا تو گوام میبری که کجا ما خود زمین ما بمونده تو ایش نمیگه اون میبری مامان رو مفته کنه آوردم کرایه کردم پول دادم با بدون ما بیزار از کرایه‌تون که خود زمین خود بمونده آخه مامان رو با جنگ خودم به کل همین پولی چی اصلا میام دست راست شما می گواش شما نیست میرم گورونی حق ندارم بسر اگه گوام فارغ بود ندادم بگم علامتی کاکا ما شما بیکار بخون زمین خودم بمونده زندگی ما بمونده خواهی میگردین تا سهرا کاکا جو زمین خودم ناکار بمونده تو اینجا بمیده برای گوان آزال بگذاری من پول دادم 500 پول دادم میره گورونی میکنه اینو پس میام دست راست شما ایشته که گیلم 50 روپیه دادم تو خدایا مامان روز میگم بپرسیم 50 ندادم او دروغ میگه پول قایم کرده مامان روز شما نبودین که من خود شما گپ میزدم حالا من چیکار کنم خودت حالا که امروز ببرک دیگه نه برگه اومه بله مامان روز خیره باشه گپ کنی دقیقاً پولای چی بسر شما حق ندارم کندر عدل که شاخ گرو بشکستین هم سوداری ما شما چیکار شد تو سه مردم تو کندر میخوره تیار همینجا خوب مامان چی همیتا خوب که شاخ رو بشکستین چی شما سکور شکو والا اونا که مردم توش میکنه میان دست سر شما بله گیر اینا تگه بله بگو بیلا که ندیدی باش 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 یلا چرا مامان رو نمایی که ببرم مامان رو زمین هم پرته با بچگاه مامان رو زمین هم یلا کو پولا ما بده مامان رو پولا ما بده اون از آن گیلک بود خدا پولا ما نده گوار اینه بابا کاک بطلم که اصلا یک کشک گوینی که بابا
کجا میکنی؟ لا من نه مامان بابا جان برو لازم بعد که بده کلا بده مامان روز لک کن آقا جو چل لک کن شما هم سایدری نفهمیدین یلا کن اینه عجب اولا یلا کو کنده یلا کو صاحب کن جان خودش ما گپ میزنه چی گپ میزنی کلا ما بده مامان تو چه نگاه میزنی که پاگل ملنگ کی کوکو کلا ما بده خو برو کن تابش میزنم مامان روز والله اگه پیش مو برین یلا کو کن تابش میزنم بریم در پیش گیلک بریم خودش شما بیا خیلی آدم گوشنی بودی مامان روز گوشنه بابا معلومه که کی نه گوشنه خیلی آدم گوشنی بودی بریم اگه کلا ما بده باش 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 باش